خلاصه خبرهای مهم دوشنبه دوم ماه تاجیکستان است. از پایگاه خبری بامداد. در این برنامه در مرز با قرغیزستان کی جنگید؟ الفا، شاه کماندیر یا لنگریف؟ خانه برادر گنرال منصورجان عمروف را در فرخار دزد زده است. پرونده بدیع زمان پیرو داعش یا قربانی تعقیب برای عقیده؟ نوبتپایی 100 نفر برای 1750 کیلو آش بیپول در خوجند. این و دیگر خبرها را در چند دقیقه دیگر برایتان پیشکش میکنیم. و اکنون تفصیلات خبرها. در اینترنت ویدیوهای نظامیان تاجیک در روزهای مناقشه‌های اخیر در مرز با قرغیزستان پیدا شده ایستادند. در یک ویدیو افسران واحدهای ویژه وزارت کارهای داخله تحت فرماندهی گنرال خورشید محمدزاده سردار ریاست واحدهای تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخله تاجیکستان که واحدهای مخصوص چون آمان، صبر و سپسناز در اختیار اوست دیده می شوند. آنها در حال تصویر شدند که در درآمدگاه دهه مقصد قرغیزستان با ماشین‌های زیرپوش BTR، جیپ‌های برای بامشان، پولومیوت و دیگر سلاح‌های وزنی نصب شده سوار می‌شوند. در ویدیوی دیگر گنرال شاه اسکندروف سابق فرمانده نیروهای مخالفین که حالا سردار شعبه میلیسای شهر بوستان است همراه آدمان مسلحش در داخل چرخبال نظامی ثبت شدند. در یک ویدیو دیگر دیده می شود که نظامی‌های تاجیک مفخره‌های قرغیزستان را از داخل چرخبال تیرباران می کنند. نشریه قرغیزی ویچرن بیشکک می نویسد که هم نیروهای ویژه تاجیکستان تحت فرمانده گنرال محمدزاده خورشید عزت الله در درآمدگاه دهه مقصد ثبت شدند و هم از چرخبال نیز همین دهه را تیرباران کرده بودند. این نشریه می نویسد که در روز اول مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان از همه قربانی بیشتر را همین دهه مقصد داد. ویچرن بیشکک با استناد به این ویدیوها از جانب کاربران تاجیک نشر شده همچنین ادعا کرده است که گویا جانب تاجیکستان در مناقشه اخیر از زرخریدها استفاده برده است. منظور نشریه از زرخریدها روشن نیست چون که نیروها تحت فرمانده گنرال محمدزاده نه زرخرید بلکه واحدهای ویژه تابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می باشند. گنرال شاه اسکندروف از افراد او هم رسما در ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان کار می کنند. در اینترنت ویدیوهای دیگر هم نشر شدند که چگونه ساکنان اسفره با عرض سپاس برای شاه اسکندروف و افراد او ضیافت افطار آراستند. عکسی هم نشر شد که بختیار لنگریف یک نماینده سلاله یک زمان در کولا پرنفوس لنگریف‌ها را در اسفره نمایش می‌دهد. درباره اینکه آیا در جریان مناقشه اخیر مرزی در تامین برتری جانب تاجیکستان که نقش اساسی بازی کرد گفته‌ها زیادند. مقامات تاجیکستان در این باره اظهار نظر نمی کند ولی ساکنان از سر وقت به محله مناقشه رسیدن آدمان شاه اسکندر با مجاهدین سابقش گنرال محمدزاده با نیروهای الفا حرف میزنند. ولی خود خورشید محمدزاده در مصاحبهش با خبرنگار از پلوس میرنگیز ترسونزاده در اسفره گفته بود که نیروهای الفا زمان به محله مناقشه رسیدند که بین طرفها علیه آتش بس اعلام شده بود. سبب کمتر بودن تلفات از جانب تاجیکستان گنرال محمدزاده به آن ربط داد که جانب تاجیکستان در حال مدافع قرار داشت نه هجوم. قرغیزستان درباره کشته شدن 36 شهروندش و زخمی شدن بیش از 150 تن دیگر خبر داده است. جانب تاجیکستان کشته شدن 19 نفر و جراحت برداشتن 87 شهروند دیگرش را تصدیق کرد. شب 8 به 9 مای خانه پدر گنرال منصورجان عمروف رئیس اداره زندانهای تاجیکستان را در مرکز نویه فرخار دزد زده است. در این خانه پدر گنرال عمروف همراه پسر دیگریش فریدون عمروف معروف با لقب پانترا زندگی می کند. به گفته منابع پایگاه خبری بامداد دزدان شبانه وقت این خانه را غارت کردند که اهل عائله عمروف ها در دوشنبه بودند و خانهشان خالی بود. یک همصحبت بامداد از مقامات حفظ حقوق فرخار روز 2 مای گفت دزدان پول نقد و طلای زیاد را از خانه فریدون عمروف به یغما بردند. کارمندان میلیسا 3 گمانبر را دستگیر کردند ولی هنوز معلوم نیست که آیا آنها در این دزدی دست دارند یا نه. تفصیلات دیگر حادثه هنوز دسترس نشده است.
فریدون عمروف در مقام سردار شعبه مبارزه با مواد مخدر شعبه وزارت کارهای داخلی نویای فرخار کار میکرد. ماه ینور سال 2012 در چارچوب پرونده نرکبران مشهور رستم ایتوف ملقب با رستم خامر با اتهام قاچاق 42 کیلو هیروئین دستگیر گردید و به 7 سال زندان محکوم شد. امروی پانتیرا و رستم خامر آن وقت باز چند افسر بلندپایه وزارت کارهای داخله از جمله ظفر میرزایف سابق سردار بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و طاهر شیروف سردار شعبه مبارزه با مواد مخدر ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه دستگیر شدند. گنرال منصورجان عمروف قبلا رهبری محافظان شخصی پرزیدنت امامعلی رحمان را به دوش داشت و از سال 2011 تا سال 2019 معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود. ماه نوامبر سال 2019 در پی آشوب خونین در زندان خوجند گنرال عمروف به جای گنرال عزتالله شریفزاده معروف با لقب زورو رهبر سرریاست مؤسسه های اجرایی جزای وزارت عدلیه تاجیکستان تعیین شد. نصرتالله فیض‌اللهیف معروف با لقب های نصرت غرغرگی مالک و رهبر کارخانه ریسنده شهر باختر در اول ماه می بعد قریب 2 ماه طبابت از بیمارستان قره‌بالای شهر باختر جواب شده الکی به سر کار برگشته است. قبلا گزارش شده بود که نصرت غرغرگی در اول ماه مارت به علت فشار بلند خون دچار سکته مغزی شد و چند هفته در بیمارستان در حال مدهوشی قرار داشت. یک منبع پایگاه خبری بامداد خبر داد که صاحبکار معروف را روز 2 می از بیمارستان جواب دادند و او الکی به جای کارش برگشته است. نصرتالله فیض‌علیف یکی از ثروتمندترین افراد در ولایت ختلان به شمار می رود. او بعد پیروزی فرانت خلقی در سال 1992 امور کارخانه ریسنده شهر قرغنتیپه را به دست خود گرفته و حالا بجز از رهبری این کارخانه همچنین میمانخانه باختر در مرکز ولایت ختلان و یک سلسله کارخانه ها در طول راه دنغره قرغنتیپه را به او نسبت می دهند. به گفته منابع آگاه 75% سهمیه های ریسنده در دست خود نصرتالله فیض‌اللهیف و 25% در دست سهرابجان عبیداللهیف می باشد. پایگاه خبری بامداد قبلا در ترکیه بازداشت و بعد نیم سال آزاد شدن بدیع‌الزمان نام یک روحانی تاجیک گزارش داده بود. حد زده می شد که او را در ترکیه اینک بار دوم با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر می کنند، ولی ترکیه از استرداد او به دوشنبه خودداری کرده است. به پایگاه بامداد میسر شد که با 2 تن از خویشاوندان نزدیک این روحانی تماس گرفته درباره او و قضیهش معلومات بیشتر به دست بیاورد. پیش از همه برایمان معلوم شد که بدیع‌الزمان نه تخلص بلکه نام اصلی او بوده است. همچنین به دست بامداد ورقه جستجوی رسمی او از جانب مقامات امنیتی تاجیکستان رسید که در آن تحت جستجو قرار داشتن بدیع‌الزمان تصدیق کرده می شود. بنا به این سند رسمی بخاریف بدیع‌الزمان قربانویچ سنه تولدش 17 فوریه سال 1974 ساکن نویه کوشونیان جماعت دهات مینت‌آباد دهه سعدی شیرازی اویلدار صاحب 3 فرزند ملتش تاجیک سال 2008 به مهاجرت مینتی به شهر مسکو رفته سال 2013 از مسکو به شهر استانبول ترکیه رفته است. بنا به ادعای مقامات بدیع‌الزمان بخاریف در استانبول به غایه و مقصدهای تشکیلات اکستریمیستی تروریستی دولت اسلامی شناخته شده آنها را قبول و جانبداری نموده به این سازمان شامل گردیده است. به مقصد عملی نمودن نیت‌های خود بخاریف دیگران را جلب نموده برای اشتراک نمودن در عملیات جنگی به جمهوری سوریه عرب گسیل می‌کرده است. به این دلیل سال 2018 مقامات امنیتی تاجیکستان نسبت به بدیع‌الزمان بخاریف بر اساس ماده 401 علاوه 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام زرخریدی و شرکت در عملیات جنگی در کشورهای دیگر پرونده جنایتی گشوده او را تحت جستجوی بین المللی قرار دادند. اما خویشاوندان بدیع‌الزمان بخاریف در صحبت با بامداد با داعش ارتباط داشتن او و همین طور پیشوای بخش تاجیکستانی جماعت تبلیغ
بودنش را رد کردند. بدیع الزمان در یک دانشگاه اسلامی پاکستان تحصیل کرده صاحب عنوان مولوی شده بود. وقتی که در تاجیکستان تعقیب تحصیل کرده های پاکستان سر شد، او به روسیه رفت، ولی مقامات امنیتی در روسیه هم آرامش نگذاشتند و پیوسته طلب میکردند که به تاجیکستان برگردد. او مجبور شد به استانبول هجرت کند. در اینجا در یک مدرسه به شاگردان از اسلام درس میداد و هیچ ربطی نه با داعش داشت و نه با جماعت تبلیغ. اتهام داعش در پرونده او از قضیه یک جیانش منشأ میگیرد که در حقیقت به سوریه رفته بود و بعد بازگشتش در تاجیکستان دستگیر و محکوم به زندان شد. ولی بدیع الزمان همیشه آنهایی را که برای پیوستن به داعش به سوریه و عراق میرفتند، از جمله همان جیانش را هم تنقید میکرد و رای آنها را اشتباه مینامید. گفت در صحبت با بامداد، یکی از خویشاوندان این روحانی. خویشاوندان بدیع الزمان بخوریف خبر رهایی از بازداشتگاه ترکیه را رد میکنند و اصرار میورزند که او تا حال در بازداشت قرار دارد. ولی منبع بامداد از استانبول روز 2 می دیگر باره به درستی خبر قبلیش پایفشاری کرده و گفت که بخوریف را در اول ماه‌های می آزاد کردند و او حالا در خانه خودش در استانبول قرار داشته در پی از نو گشودن مدرسه اش می باشد. این منبع همچنین بدیع الزمان را یکی از پیشوایان بخش تاجیکستانی جماعت تبلیغ نام برده گفته بود پیروان در ترکیه پناه برده این جریان مذهبی در تاجیکستان ممنوع شده اساساً با مشورت او عمل می کنند. خبر بازداشت بخوریف را هنوز در اول ماه ینور پایگاه خبری بامداد پیدا و نشر کرده بود. منابع بامداد گفته بود که او ماه نوامبر سال 2020 از شهر استانبول ترکیه غالباً با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شده است. او 1 سال پیش نیز از جانب پلیس ترکیه بازداشت شده بود، ولی ترکیه از استردادش به دوشنبه خودداری کرده روحانی تاجیک را بعد چند وقت آزاد کرد. جماعت تبلیغ یک رویه مذهبی است که از سال 2008 با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در حدود این کشور ممنوع اعلان شده است. در این بین دهها پیروی این سازمان در تاجیکستان بازداشت و به زندان محکوم شدند، ولی قسم دیگر پیروان این سازمان مذهبی ترک تاجیکستان کرده در خارج زندگی و فعالیت میکنند. بختیار سفروف ساکن نویه واسه 26 سال دارد. از این عمر کوتاه خود او اینک 8 سال آخرش در روی بستر سپری کرده است. بختیار سال 2013 وقتی همگی 18 سال داشت برای دریافت رزق و روزی مثل صدها هزار هموطن مهاجرش به روسیه رفت، ولی کارش آمد نکرد. او در شهر مسکو هنگام کار از قبت دهم یک ساختمان به زمین افتید. بختیار به طور معجزه بعد این فلاکت زنده ماند، ولی ستومورش شکست و هر مغزش چنان آسیب دید که این جوان تاجیک از پای روان محروم شد. همکارانش آن وقت او را به بیمارستان رسانیدند، ولی بنابر نارسایی مبلغ طبیبان مسکو این جوان تاجیک را جراحی نکردند. بختیار که با 2 پای روان و 1 بغل امید و آرزو پای به کوی مهاجرت گذاشته بود، مجبور شد که با جسم ابگار به وطن برگردد. بختیار این جوان دلبسته زندگی که در شیرین‌ترین دوران جوانی از پای روان و هم شیرینی‌های زندگی محروم شد، اینک 8 سال باز به بستر محکوم شده است، ولی با این وجود امید را از دست نداده است و هر روز و هر ساعت تلاش به خرج می‌جهد که دوباره به پا بخیزد. عکس و ویدیوهای چگونه به طور خسته‌ناپذیر هر روز مشق بدن کردن بختیار در شبکه‌های اجتماعی همه را به وجد آورده است و همه به غیرت و اراده این جوان آفرین می‌خوانند. بختیار همین طور دائما در فکر طبابتش است و سراپای اینترنت را می‌بالد تا در یگان گوشه دنیا طبیبی را پیدا کند که از عهده طبابت او برآید و 2 پای روانش را به او برگرداند. بختیار روز 2 می در صحبت با سامانه بامداد گفت که حالا برای یک جراحی به کمک هموطنان نیاز پیدا کرده است. پایهایم را حالا تماما حرکت داده و حتی خم و راست کردن نمیتوانم. حالا طبیبان از بیمارستان نویه دنغره پیشنهاد کردند که در قسمت ران و میانم 1 نوع پیوند آهنین بچسبانند. بعد آن من میتوانم حداقل
پایهایم را خم و روز کنم و در عروبچه معیوبی بشینم. حالا من حتی در عروبه هم نشستن نمیتوانم چون که پایهایم قطع نمیشوند. و قسمت ران و میان بختاور باید 2 پیوند آهنین چسبانند. ارزش هر کدام آنها $3000 بوده است. طبیعی است که بختاور که 8 سال باز به بستر بیماری میخکوب شده است توان پرداختن چنین مبلغ را ندارد و از هموطنان دست بخیر بخصوص در عرفه عید سعید فطر کمک میخواهد. هموطنان مهربان من، بخصوص بچه های مهاجر که در طول این 8 سال همیشه در کنار من بودند و کمک میکردند، همین علاقه و محبت آنها بود که آتش امید را در قلب من این همه سال شعله‌ور نگاه می‌داشتند. حالا نیز باوری کامل دارم که هموطنانم در این کار خیر دست یاری خود را از من دریغ نخواهند داشت. خیلی امیدوارم که با کمک هموطنان و با یاری خداوند این جراحی با موفقیت پشت سر شود و امیدم به زندگی و به شفای کامل قوی تر شود. از قبل برای هر کمکی که برایم خواهد رسید به همه هموطنان اظهار سپاس میکنم و به درگاه خداوند برایشان دعا میکنم که هرچی خیرشان ده چند برگرداند و همیشه نگهبانشان باشد. میگوید این جوان امیدواری رسیدن به یک روزی بهتر. هموطنانی که میخواهند به بختاور سفرов کمک کنند میتوانند خیریه خود را به این کارت بانکی گذرانند. در یوتیوب ویدیوی کوتاه نوبت‌پایی صدها نفر هنگام تقسیم 1750 کیلو آشی که در خوجند در یک دیگ پختند نشر شد. در ویدیو دیده می شود که مردم طبقها در دست در پیش دیوار نوبت گرفتند و هر کدام تلاش می کنند که به آشپزها طبق خود را پیشتر دراز کنند. در گوشه دیگر دیگ بزرگ دیده می شود که پر از آش است. طوری از ویدیو به نظر می رسد تقسیم آش شبانگاه صورت گرفته ایستاده است که این می تواند به ماه رمضان بستگی داشته باشد. برخی نوشتند که آش را ساعت 1 شب قبل از خوراک اسری تقسیم کردند. کی ثبت شدن این ویدیو معلوم نیست. قبلا یک صحیفه جمعیت دوستداران آش پلو از ازبکستان در فیسبوک خبر داده بود که آشپزهای ماهر تاجیک در یک دیگ غنجایشش 2 تانه 1.5 تانه آش پلو خوجندی پختند. آشپزهای آسیای مرکزی چند سال باز برای پختن مقدار رکوردی آش بین خود مسابقه می کنند. رکورد از همه بزرگ در پختن آش ماه سپتامبر سال 2017 در تاشکند گذاشته شد. در یک جشنواره در پایتخت ازبکستان در یک دیگ آن وقت 7 تانه و 360 کیلو آش پلو پخته بودند که اکثرا بین تماشابینان و خانه های یتیم تقسیم کرده شد. این بود چند خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.